سلام و عرض حرمت خدمت ملت تاجیکستان، همسایه افغانستان. امروز در دنیای مجازی در تیک تاک زنان فاحشه تاجیکستان با مردهای افغان گیم میزنند و در السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردم تیک تاک انشاءالله خوب هستین. راستی گپ تایمی تیک تاک ایمیجا تو بخورو را بیزور ما یک ویدیو روی کردن دیدم. این ای ابلهی که نو گپ زد زنای فاحشه تاجیکستان میگه. با صورت رنگ ابلیسی، لهجه گپ زنی نداری. اگر طرز گپ زدن ندونی بگو بفهمونند که چه خیلی گپ زد. زنای فاحشه تاجیکستان نگو ای ابله. تاجیکستان که گفتی تو کلی تاجیکستان در نظر داری، میدونی؟ انا امو کدام زنی هست همو زن صورت شمون با همو صورت خودش بگو هنمی زن، نگو زنای تاجیکستان. همو کدام زنی تاجیکستانی رفته است قطعا مردای افغانستان گپ زده است، همو رنگ تو فاسق فاحشه، تو ختم فاحشه ای. ای چشمات، ای نم پریچوسکات، ای همو افتی ابلیس مانندت معلومی. اما رنگ کدامی است؟ رنگ توری فاحشه. از این بعد یک زنی افغان ببروی همین کلمه ها را بزنه، ما گناه یک زنی افغان با کل زن افغانو تقسیم کرده میتونم؟ نه، همون زن افغان خودشم میگم، نمیگم زن افغانستان، زنای افغانستان نمیگم. تو ابله چند طریقی هستن همی زنای تاجیک در تیک تاک قطعی مثال مردای افغانستان صحبت میکنن، با چی مسئله صحبت میکنن من نمیدونم. همواره خودشون بگو، نگو که زنهای تاجیکستان. تو ابله میدونی چی کارت میکنن با این کارت؟ ای خدا بخبر. گناه یک زنی تاجیک در سر زنهای تاجیکستان تقسیم نکه. صد افسوس تر خداوند زن تا آفرید، مرد می آفرید. به این کلمه های به این گپای زگید مترای تای خاک در کدام قور و گوری باشی درک تمی افت. میدونستم چیکارت کنم؟ نه که صد افسوس زنی تو. خواهش میکنم ایمی زنکای در تیک تاک مشتگی که میریم با هم مردای افغان صحبت میکنیم، التماس برای یک تد تد نگه که آبروی زنای تاجیکستان ریزونده سین، نرین آخی سایت های هم التماس ده نکنین.